فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سوال بعدی بیننده در مورد این است که من شنیدم ناخن شبها ناخن نمیگیرن، آیا این درسته از نظر شرعی؟ گرفتن ناخن اون گونه که در حدیث معروفی اومده در روایت صحیحین هست، بخاری و مسلم، از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه که ایشون میفرماند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند خمس من الفطره، 5 چیز از فطرت هستند، یعنی نشانه فطرت پاک و سرشت پاک انسانی هستند که از این موارد رو ختنه رو نام بردند و گرفتن موی زاید رو و همچنین گرفتن ناخن را و کوتاه کردن سبیل را. و این مواردی هست که در این حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله اینها را جزء علامت‌های فطرت و سرشت سلیم انسانی برشمردند. و در روایت دیگری که در صحیح مسلم هست، حضرت انس رضی الله تعالی عنه میگوید که وقت لنا که رسول الله صلی الله علیه و آله برای قص شارب، برای گرفتن موی به اصطلاح سبیل یا گرفتن ناخن و همچنین زدودن موهای زائد بدن، رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما 40 شبان روز رو تعیین کردند. یعنی نهایت فرصتی که انسان داره باید که از 40 روز یا 40 شبانه روز در واقع تجاوز نکنه. گرچه در کتاب فقهی اومده که مستحب هست هر هفته حداقل هم ناخن گرفته بشه و هم موی زائد بدن زدوده بشه. این تعیین 1 هفته 2 هفته کمتر بیشتر این بستگی به خود فرد داره. اگر واقعا نیاز داره، احساس میکند که ناخنش مثلا بلند شده یا موی زائد بدنش نیازی به اصلاح داره، وقت اصلاحش وقت مشخصی نیست. منتها در حدیثی که عرض کردم در صحیح مسلم، حضرت انس رضی الله تعالی عنه میگوید که رسول الله به ما این یعنی تهدید کرده، تعیین کرده این وقت رو که بیشتر از 40 روز در واقع نگذرند. این درباره اصل این حکم شرعیش هست. اما در مورد این که در شب یا یک وقتی از شب یا روز یا فلان تاریخ یا فلان زمان و مکان این ممنوعیت داشته باشه، چون این چیزی مصطلحاً وجود نداره. ناخن گرفتن در هر وقت شبانه روز و در تمام روزهای هفته، چه شب باشه چه روز باشه، هیچ گونه و در هر مکانی باشه، هیچ گونه مشکل و ممنوعیت شرعی نداره و کاملاً و 100% جایز است.